یک مردک نبیرش میگیره بازار میبره منمین بازاری کاروان میبره بعد مگزین چی را میگرده میگه که اکا برای همین طلبه صنفی میگه لباس داری همین کمه کوکی نمیگه بعد میگرده میگه کمه بخشی صنفی امی خانه یا به در باره زنکا گپ میزنیم زنکا زیباگی جمعیت بهار ای زنکا تابستان ای زنکا تیرما ای زنکا یا زمستان ای مردکا نخواهم که خنک باشه مردک نخواه گپ راست شو میگم آخی در تمام دنیا زنکای خوشرو در کجا هن؟ در تاجیکستان ما قریب 17 تا مملکتی روی دنیا را گشتگیم ای زنکی تاجیک زنکی بزه به خوشرو در دنیا دیدگی نیستیم زنکی خوشرو چی؟ در دنیا دیدگی نیستیم اگر زنکی تاجیک کرسکش باشه سهری ساعتی 6 میخیزه تا ساعتی 8 سهری را آینه خانه را به پول ارنده میگیره موکاشا خیمیه میکنه رو وکاشا فیزیکا میکنه به همین پیش شوی کرده میگذره خدا چشمات ایگردی پودره او را میگیره الهیم 1000 سالت کنه زنکا ای زنکی تاجیک ده به خدا باور کنی زنکی زور و بقوت در دنیا نیست یا مردکی نمیس یا انگلیس اگر 20 کیلو باره بخره تاکسی را فیرات میکنه زنکی تاجیک ده تاکسی نی نده 40 کیلو باره ده بالای سرش میمونه کودککشا پیش قچاق میکنه پیریاد برای همین بگرده که کدام زنکی تاجیک را میفورد و نگاه کنه بیچاره های دسته باربرداری را فیگورش و کوادرات نشیدگی های 1000 سالات هم کنه زنکا الها هیچ وقت داغی فرزند نبینید هیچ وقت پروردگار میگیم سرتان در نکند هیچ وقت پیش هیچ کس سر خم نکنید شما مادری بزرگترین آدمای دنیا هستین تمام بزرگا را به دنیا آوردگین برای زنکا یک قرصک میزنیم بهار ای زنکا های سلامت باشید من نو کوچیده آمدگیم آدمی نو کوچیده آمدگی چی خیلی سری بر وقت هستم یا پلاش دارم نو پوشیدگی اگر دستات در کیسهش بدازی در ذهنت میزنه چه زیره در کیسهش مانی از زمین میآویش یا سالگاش که پوشم 20 ساله میشوه یا پاپ کرده کشم دامی راه در رفته هستم که کفای آواز میبراید چرک چرک چک چوک چرک چک چوک همیتا که بگردم نگاه کنم با قدرت خدا یا دخترک آمده است ای پریزاد همیقا خوشروک همیقا قاقلهک همیقا تنوکه که هست که ای پیشانیش نگاه کنی پشتی سرش همه بینی استاگ منم بهانه دختر رفتم آمد دخترک برابرم راست شد یا 10 قدم قطیش رفتم نگاه کم که یا بری روش سرخ شیدگی ایزای مومن حرام میگن در همین جا میستادم دخترک یه رزگان گرفت که یا آواز برآمد آچای جان گفته یا طلاب پیشید نگاه کنم دخترک زدگی دراز کشیدگی در قدی کوچه خدای دخترک چیشی چشمی ما گرفت دویدم بالای سرش اومدم چیکار کردی خواهر جان چی گپای پام بین پام حالا که نگاه کنم سپلی پاش تافته است توفلی شب بگیرم کبلک شوجب کنم یک وجب دلیک خیریت بگو گفتم حالا دای کبلک میوند نکندای بیا دستا بگیرم اوچید کنم نه دست من نقب به پاتا بینم چیکار کرده گای نه دخترم بر دستا نقبم پاتا نقبم من ترا چی خیلی دختر ببرم همیتا گرفتم من قاقلا که همیتا که هوچکا هم میگوی سنگ یاسیا با هوچکا هگی هم خواز بینه جنبیده نمیتونی دستا بند پا موقتی یا ماشین من کردیم گفتم جورا دختر خانه هایکا آورد دهانی داری دختر خانه دا توری کرد که یا تلپک سفید برامد شتاس لوچیلاس اما کی پس متری سپلی پا پرداختم شلوی توفلی در کیسه پلاشه خانه آمدم پلاشت براوام کشال کنم زنکا گفتم یا پیاله چای بیار پیش دسترخان یا که توفلی هم زند پرید ما بین خانه داده خانه هاشان میرای با توفلی هاشان نپهمیت میاری زنگی توفلی را ما برای تو خریدگیم چی ما این ولیدم یا پا دارم که چه میخری
یا تای دیگهش نگه اینا بین تای توفلی را خوردش نگه اینا کدوم زنه که 6-7 ماه پوشیده گه جنجال کرده سود میزنه شاهیدو را سود فیرود کرده گه 6 تا بچه ما ساری ساعت 8 بیا گفته گه میرم نگاه میکنم 6 تا فرزند رنگی سالداتی قطاری در همین پیش ایستاده گه زنک سیکه که میگوی گنرال پیلوز های یکی رئیسی سود را آمد مشاوره دستی راست دستی چپ دو تا دیگه دفع کننده در آمد آمدن ایستادن و گفتن که شاهدا یا تا برای بچه کلانی ما پرسیدن گفتن که چی گپ شد دست من نمیدونم چی گپ شد فقط جنجالی توفلی بود در خانه ما هم التماس میکنم که خانه کدام زنه که رفت دیگه توفلیاش نیاره 5 تا کودک یک جواب داد نوبتی دخترچه میداکی 3 سالم شد سود میگه دختر جان چی را دیدی هیچ را ندیدم ما ایاتم التماس میکنم که خانه کدام زنه که بره هر دو توفلیش بیاره که آچم جنجال نکنه سلامت باشه